ولی محمد نوری دونده نابینای افغانستان است. این ورزشکار نابینای کشور که پیش از این نیز افتخارات زیادی را به نام افغانستان کسب کرده است، قرار است یک بار دیگر پا به میدان رقابت بگذارد. قرار است نوری به روز 10 ماه اکتبر سال روان میلادی در رقابت‌های دوش نیم ماراتون که قرار است در لندن برگزار شود، در کنار 1000 دونده صحتمند 20 کیلومتر را رقابت کند. در حال حاضر این ورزشکار توانای کشور که از یک ماه به این سو زیر نظر مربی خارجیش تمریناتش را آغاز کرده است، از آمادگی‌هایش برای حضور نیرومند در این رقابت خبر می‌دهد. ټاکل شوې ده چې زما 21 کیلومتر سیالۍ به په انګلند هیواد کې په 10 اکتوبر باندې ترسره کیږي. جیکب هاورد زما روزونکی، زما کوچ ده. دوستانو په دعاګانو کې مې یاسي چې لکه د تیر په څیر بیا د افغانستان لپاره خلاص راوړنه ولم. ژوندی دی افغانستان. So at the moment we're training for your 8th event. تمرین های ما برای آمادگی به رقابت های نیم ماراتون که قرار است در لندن برگزار شود ادامه دارد. من امیدوارم که یک نتیجه خوب در این رقابت به دست بیاوریم. Hopefully we'll have a good race in Colchester in England in a couple of weeks time. ولی محمد نوری ورزشکار افغان که 10 سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.